خب دوستان عزیز، درس پنجم درس تنوین است. علامت های تنوین عبارتند از دو زبر، دو زیر، دو پیش یا اینکه دو فتحه، دو کسره، دو ضمه. خب صدای چی را افاده می کند؟ این علامت ها هر کجایی که بیایند صدای نون ساکن را افاده میکنند. مثلا همینجا میبینیم بالای میم دو تا زبر آمدگی است. این را ما چی میخوانیم؟ من، مین، مون. دوستان عزیز، ما چند حرفی این درس را با رواج تاجیکی میخوانیم و برای آسان شدن و یا آسان فهمیدن این قاعده دیگر رواج تاجیکی را پیش نمیبریم و همان حرف ها را خوانده برای آسان شدن فقط حرف ها را میخوانیم همراه تنوین و پیش میرویم. خب رواج تاجیکی این است که همان طوری که آموختیم، میم دو زبر من، میم دو زیر مین، میم دو پیش مون، من، مین، مون. با دو زبر بن، با دو زیر بین، با دو پیش بون، بن، بین، بون. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، واو دو پیش وون، ون، وین، وون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فا دو پیش فون، فن، فین، فون. ثا دو زبر ثن، ثا دو زیر ثین، ثا دو پیش ثن، ثن، ثین، ثون. ذا دو زبر ذن، ذا دو زیر ذین، ذا دو پیش ذون، ذن، ذین، ذون. لا دو زبر ظن، لا دو زیر ظین، لا دو پیش ظون، ظن، ظین، ظون. زا دو زبر زن، زا دو زبر زن، زا دو زیر زین، زا دو پیش زون. خب دوستان عزیز، در اینجا ما دیگر با طرز رواج تاجیکی نمیخونیم. برای آسان خواندن یا فهمیدن فقط حرفا را میخونیم و پیش میرویم. سن، سین، سون، سان، سین، سون. تن، تین، تون. دن، دین، دون. تان، تین، تون. رن، رین، رون. نن، نین، نون. لن، لین، لون. ضن، ضین، ضون. ین، یین، یون. شن، شین، شون. جن، جین، جون. کن، کین، کون. قن، قین، قون. خن، خین، خون. غن، غین، غون. حن، حین، حون. عن، عین، عون. هن، هین، هون. ان، این، اون. خب دوستان عزیز، در اینجا درسی دیگر است. در پهلوی این درسی پنجم اینجا حرفای الف با به چند گروه تقسیم شدگی هستند و اینجا برای ما اونها رو معرفی میکنند. حروف حلقی 6 دانه هستند، عبارت از همزه ها، عین ها، غین خا. و حرف های شفوی که عبارت هستند از فا، واو، با، میم. این 4 حرف که هستند
تلفظ از لبها می شوند و حرفای زبانی. باقی مانده چند حرفی که هست اینجا، این حرفای زبانی می باشند، یکی از حروف لسانیه، حرفای زبانی که از زبان نطق می شوند. آن حرفهای شفوی از لبها نطق می شوند و حرفهای حلقی از حلق نطق می شوند.